салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ ки бо таҳаввулоти тоҷикистону ҷаҳон шуморо ошно мекунад. имрӯз 16 октябр ин мавзӯъҳоро дар мадди назар дорем. як афсари милисаро бо иттиҳоми таҷовузи ҷинсӣ ба такрори духтари ноболиғи тоҷик дастгир карданд. на камтар аз 6 метри мураббаъ барои як кас мубориза бо хонаҳои резинӣ дар Русия ва ё фишори нав ба муҳоҷирон. амрико ба исроил ҳушдор додааст ки агар кӯмакрасонӣ ба мардуми ғазаро беҳтар накунад, ирсоли силоҳро коҳиш хоҳад дод. ман ҳамин ҳоло сахт гуруснам. шояд бори ахир помидор ё дигар сабзаҷотро 8 моҳ пеш хӯрда бошам. мақомоти интизомии тоҷикистон як афсари милисаро бо иттиҳоми таҷовузи ҷинсӣ як духтари ноболиғ боздошт карданд. ду манбаъ дар ин мақомот рӯзи 16 октябр ба Радиои Озодӣ гуфтанд ки қарори боздошти Фирдавс Кабутов, сардори шӯъбаи милиса дар минтақаи Ромити шаҳри Ваҳдат, аввали ҳамин моҳ содир шуд ва айни замон ӯ дар боздоштгоҳ аст. дӯстони ӯро ба таҷовузи батакрор як духтаре ки ҳоло 17 сола аст муттаҳам мекунад. ҳодиса дар душанбе сурат гирифтааст ва духтар дар аризаи шикоятӣ ба дӯстонӣ гуфтааст ки Фирдавс Кабутов ӯро аз 16 солагиаш таҷовуз мекард. хешовандони афсари милиса гуфтанд ки духтар Фирдавс Кабутовро ба қавли онҳо ба доми фиреб андохта ва хостааст пул ситонад, вале чун ин кор ба ӯ муяссар нашудааст, ба додситонӣ шикоят бурдааст. дар вазорати корҳои дохилӣ ҳодисаро тавзеҳ надоданд, вале мегӯянд ки ин афсарро аз кор ронданд. мақомоти Русия муборизаро бо хонаҳои резинӣ, ҷое ки дар онҳо шумораи зиёди муҳоҷиронро сабти ном мекунанд, шурӯъ карданд. охири моҳи сентябр вакили мардумӣ Ҳайрат Ҳибуддинов лоиҳаи қонунеро ба ҳукумат пешниҳод намуд ки тибқи он барои ҳар як сокини сабти ном шуда бояд на камтар аз 6 метри мураббаи хона рост ояд. ҳомиёни ҳуқуқ чунин пешниҳодҳоро фишори дигаре ба муҳоҷирон арзёбӣ мекунанд. гузоришро аз бахши Мигрант Медиа Каймарси Атом тақдим месозад. ناظر منطقوی میداند که ما در اینجا زندگی میکنیم. با او پول میدهیم تا ما را نبرند. مقصد اقرار می شود که در مسکو چنین زندگی کردن غیر قانونی است. او میداند که اگر کارمندان پلیس برای تفتیش آیند می توانند او را دستگیر و اخراج کنند. در محله ما یک گروه قرقیزها زندگی میکنند که خانه اجاره میگیرند. اگر ناظر منطقوی برای تفتیش خانه کسی آید پیشکی می نویسد. وقتی رید به نزد ما نمی آیند. مقصد در مسکو با خانواده‌اش در منزل 3 حجره‌ای زندگی میکند. ماه 70,000 روبل پول اجاره میدهد. هنگام بستن شرطنامه اجاره 4-5 نفر را نامنویس کردن ممکن است. صاحب خانه عهدهدار از همه افرادی در شرطنامه درج شده را ثبت نام کند، اما صاحب خانه ها به این راضی نمی شوند. برای مثال ما را در اینجا ثبت نکردند. صاحب خانه می ترسد که ما را در جای اقامت ثبت نام کند. ما در جای دیگر ثبت نام کردیم. نمیدانم که پیشتر از چی می ترسید. حالا وقتی می پرسید همه از حمله تروریستی حرف می زنند. ثبت نام مهاجران قبلا نیز آسان نبود، اما در آینده نزدیک می تواند باز هم وزنین‌تر شود. مقامات مبارزه را با خانه‌های به اصطلاح رزینی پرزور می کنند. طرح قانون در این باره را وکیل حیرت هیبوددینوف پیشنهاد کرده است. خواهش میکنیم به ما کمک رسانید. ما مجبوریم فرزندانمان را شام از مکتب و اسکو پیشواز بگیریم. پلیس یگان تشبث نشان نمیدهد. یگانه کاری که میکند آمده مهاجران را میبرند و باز برمیگردانند. با مبارزه با خانه‌های رزینی حرکت ملی‌گرایانه جامعه روس ها نیز همراه شده است. علاوه بر این چتبات مخصوص باز کردند که در آن شهروندان میتوانند دایر به چنین خانه‌ها خبر دهند. تحلیلگران میگن این راه‌های دیگری فشار به مهاجران است. یکی از حامیان حقوق که نخواست نامش افشا شود در مصاحبه با بخش میگرانت مدیا گفت که پیش از همه پلیس باید ثابت نماید که هر نفری در یک منزل ثبت نام شده در آن زندگی نمی کند. به گفته مهاجران خود صاحب خانه ها آنها را در حالت غیر قانونی قرار دادند، زیرا نمیخواهند جای اقامت آنها را رسما در خانهشان ثبت کنند. بنابراین مهاجران مجبور می شوند که توسط میانه‌روها با پرداختی از 20 تا 70,000 روبل روسی خود را در خوابگاه ها و مهمانخانه ها ثبت نام کنند.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. ایالات متحده آمریکا به اسرائیل هشدار داده است که راه‌های رسانیدن کمک‌های بشردوستانه را به غزه بهتر نماید وگرنه ارسال سلاح به این کشور را کم می‌کند. سازمان ملل می‌گوید اسرائیل راه‌های رسانیدن غذا به ساکنان غزه را محدود کرده است و مردم از گرسنگی رنج می‌کشند. مومن احمدی با جزئیات بیشتری موضوع. امریکا به اسرائیل نزدیکترین شریکش در منطقه هشدار داد که اگر کمک رسانی به مردم غزه را بهتر نکند، ارسال سلاح را کم میکند. این هشدار جدی به اسرائیل از آغاز جنگش با حماس است. هنوز ماه اپریل امریکا از اسرائیل خواسته بود که راههای رسانیدن کمک به غزه را بازتر کند. آن وقت اسرائیل اجازه داد که از 300 تا 400 ماشین بارکش به غزه وارد شوند. حالا واشنگتن میگوید واردشوی کمک‌های بشردوستانه 50% کاهش یافته است. روزی گذشته متیو میلر سخنگوی وزارت کارهای خارجی آمریکا گفت نامه مقامات آمریکایی به اسرائیل روز یکشنبه فرستاده شده است. در نامه گفته می شود که اسرائیل باید روزانه تا 350 ماشین بارکش را برای رسانیدن غذا و دیگر محصولات نیاز مردم اجازه وارد شدن دهد. امریکا محدودیت‌های اسرائیل را به غزه سنگین و بیش از حد خوانده است. ما می‌دانیم که راه‌های رسانیدن کمک به غزه وجود دارد. ما از وضع خبر داریم. ما آگاهیم که محدودیت به انتقال کمک‌ها زیاد شده است. از این رو اسرائیل مسئولیت دارد که وضع را بهتر کند. سازمان ملل متحد میگوید مردم غزه از گرسنگی رنج میکشند. خانواده‌ها به سختی نان برای خوردن پیدا میکنند و اکثراً روزی دراز گرسنه‌اند. من همین حالو سخت گرسنه‌ام. شاید باری اخیر پمیدار یا دیگر سبزیجات را 8 ماه پیش خورده باشم. طعم آنها را فراموش کردم. رنگ میوه ها را فراموش کردم که چه خیلی بودند. گاه گاه یگان کنسرو پیدا میکنیم. سبزیجات و گوشت را نمیبینیم. اسرائیل میگوید حماس از کمک‌های بشردوستانه استفاده میکند و محدودیت‌ها تنها به همین خاطر است. حالا معلوم نیست که تا کجا اسرائیل هشدار ایالات متحده آمریکا را جدی میگیرد. برنامه اخباری آزادی را ادامه میدیم. 100 سال پیش پرچم تاجیکستان دیگرگونه بود و رمزهای اتحادیه شوروی سابق را داشت. روز 16 اکتبر تاجیکستان را که یک جمهوری مختار در تابعیت ازبکستان بود، کشور علاهیده و تاجیکستانی سوسیالیستی اعلام کردند و یکی از جمهوری‌های شوروی شد. در این روز همکاران ما در دوشنبه برادی صوفی و ارشاد سلیمانی نگاه کوتاهی انداختند به تاریخ تاجیکستان که فقط 30 سال پیش صاحب استقلال گردید. 14 اکتبر در تقویم تاجیکستان روز استراحت نیست، ولی این روز تأسیس جمهوری مختار تاجیکستان در هیئت ازبکستان است که راه را برای تبدیل این مختاریت و جمهوری مستقل باز کرد و اکنون سالها بعد مایه تأسیس دولت مستقل تاجیکستان شد. ولی این راهی آسان نبود. هرچند تاجیکان مردم بومی این سرزمین بودند، تشکیل کشور آنها با مانع‌ها روبرو گشت. اصلا نام تاجیک در هیچ جا برده نمیشد تا از ماه ینور اگر شروع شده باشد تا ماهای تقریبا اوگوست ایده وارد شد که ولایت بعد بهتر گفتن که جمهوری مختار در ترکیب ازبکستان. در 9 ماه سال 1924 دولت شوروی با رهبری یوسف استالین قرار کرد به جای امارت بخارا، خانگری‌های خوقند و خیوه و ترکستان روسیه بر اساس منصوبیت قومی جمهوری‌های ملی بسازد. این تقسیمات بیشتر از روی منافع مسکو، گروه‌های از لحاظ سیاسی فعال پانترکیسی، مخالفان پنهان روسیه و فرصت طلبان سیاسی صورت گرفت که با عبارت مشهور یک سیاستمدار مسکوی تبر تقسیم نامیده شد. این بود که رهبران مختاریت تاجیکستان صدای اعتراض بلند کردند. اولین رئیس کمیته انقلابی نصرت الله مخصومی تعیین کردن، اولین شده و با همون حجت‌های تقسیمات شناس شد و اولین شده اعتراض خودش همچون مکتوب به استالین نوشت که مثلا ما با این تقسیمات راضی نیستیم، این به ضرر تاجیکان گفته.
نوشتم اینا. اکنون بعد وی با پس هم دیگر عبدالقادر محیدینوف اینو خیلی مکتوب های زیاد نوشتن. حتی نوشتن که مثلا وقتی که اذیت اقتصادی بعضن مبلغ به حساب جمهوری ازبکستان گذرانده می شود باید حق جمهوری مختاری اجرا کند. خیلی کم، یعنی اهمیت نمیداد به تاجیکستان. این همش نوشته که بسیار عجایب معلومات هست. هرچند تأسیس دولت جداگانه را در سال 1929 یک دستاورد می‌دانند، اما از نگاه مورخان باخت‌های نیز داشته است. باخت من از هر دو شهر قدیم حتی خوجند هم وقت خیریت من 29 خوجند تا گرفتیم. مثلا تاجیکان اصلا در آسیا میانه همین 3 شهر قدیم بود: بخارا، سمرقند، خوجند. در روزی که انقلاب بخارا پیروز شد، فیض‌الله خواجه‌یف اعلان کرد که زبان تاجیکی ممنوع است در اداره‌های دولتی و جریمه اعلام کرد و زبان ازبکی را در امارت بخارا رسما زبان دولتی اعلان کرد. در یک مسئله اکثر تاریخ‌نگاران هم نظرند که با وجود تحت فشار چندین عامل ساخته شدن دولت تاجیکان، شوروی به تاریخ، فرهنگ و آزادی مردم تاجیک ضربه بزرگ زد. اما داشتن دولت خود را آنها مایه شکر و روز تأسیس جمهوری مختار را روز سعید می‌شمارند. طالبان در افغانستان در ادامه دستور و امرهای عجیب و غریب خود مسابقات یک نوع ورزش را منع کردند که در 10 سال اخیر جوانان زیادی را در این کشور به سمت خود کشید. مسابقات محاربه های آمیخته را که در تاجیکستان نیز مخلص زیاد دارد، همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. اینجا در کابل جوانان ورزشی را تمرین می‌کنند که دیگر اجازه رقابت در آن را ندارند. ورزش محاربه های آمیخته و یا همان MMA که در تاجیکستان هم مخلص دارد. حکومت طالبان مسابقات ورزشی این رشته را منع کرده است و دلیلشان این است که رقیبان هنگام مبارزه بر روی همدیگر ضربه میزنند، کاری که به تعبیر طالبان خلاف کرامت انسانی و اصول شرعی است. این ورزش خاص که بند کنن به خاطر از اینکه میگن دروی میخورن. چرا بوکس دروی نمیخورن؟ کیک بوکس دروی نمیزنه، کونفو، تایکواندو اینا دروی نیست. در کل ورزش رزمی مشتلقات دروی میخورن. اما نمیفهم که چرا ورزش مبارزات آزاد در افغانستان پروفشنالش بند کردن. طالبان که 3 سال پیش دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، دستان ورزش را هم به قوله بستند. از جمله ورزش دختران را منع کردند و در بخش پرورش اندام به مردان دستور دادند که هنگام مسابقه پایهای خود را از کمر تا به زانو بپوشانند. ممنوعیت در مسابقه های رزم‌های آمیخته و یا آزاد نیز ادامه همان سلسله محدودیت هاست. این اقدام طالبان شمار زیادی جوانان علاقمند به هنر محاربه های آمیخته را مایوس کرده است. یک از آرزوها و امیدهای من بود که یک روزی بتوانم در سازمان UFC که بالاترین سازمان جهان است به نام افغانستان، به پرچم افغانستان من داخل رنگ مبارزه شوم و مبارزه کنم و افتخار به نام وطنم کسب کنم. و فعلا دیگه بدبختانه که او آرزوها و همه چیزا فعلا فکر که دفن کردیم دیگه. فقط یک تمرین عادی است. مربی این باشگاه ورزشی میگوید شماری از ورزشکاران این رشته محاربه های آمیخته ناچار افغانستان را ترک کردند تا بتوانند به تمرین و مسابقه هایشان ادامه بدهند. مسابقات پروفشنال ما که ممنوع شد، بسیار جوانان شخصا شاگردای خودم کشور را ترک کردن رفتن. این در کل نمیال شخصا شاگردای خودم فاترایی که نابغه بود از من، اینا در کل از خارج از کشور رفتن. دیگه این اساسا نمیال در کلاب خودم 80 تغییرات آمده. ما بیش از 3 شاگرد داشتم، میال ما 100 تا شاگرد ندارم. محاربه های آمیخته که در افغانستان با نام رزمی آزاد معروف است، در 10 سال اخیر توجه جوانان زیادی را در اینجا به خود جلب کرد و شماری از ورزشکاران افغان در سازمان های با نفوذ کسبی از جمله UFC هم مبارزه کردند. دوستان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر که تا پایان برنامه ما رو تماشا کردید. فردا با شما را منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.